سلام عزیزان دلم، دارم نهار درست میکنم. اینم واسه بچه هام تازه آوردم گذاشتم بپزه تا واسه بچه هام آمادش کنم. دوستان گلم، همراه ها، من 5 تا بچه دارم اینجا. ببینید کجا نشسته. ببینید بچه های منو نگاه کنید. ببینید جانم عزیزم، بپزه الان براتون درست میکنم میارم. قربونت برم، بپزه. ما هم دلمون به اینا خوشه. پاییزه، برگریزون. امسال پاییز دیگه مادرم کنارم نیست. من و پدرم اینجا تنها میریم. بعد از فوت مادرم خیلی تنها شدیم. میام اینجا سر مزار مادرم، دلخوشی من این بچه ها جمع میشن دورم، غذا بپزم بدم بهشون. خوشگلای من، طلاهای من. عمر خیلی کوتاه. وقتی به این موضوع فکر میکنم میبینم مادرم چقدر زود رفت میشم. این بچه هم اینجا خوابیده، دختر گلم اینجا خوابیده، فرشته قشنگم اینجا خوابیده. ناز ما. بابا چند روز نیومده پیش بابا، رفته بودی بیرون دور تفریح. آره بی معرفت. بابا رو گاز میگیری، دستت درد نکنه. بابا رو گاز میگیری. آره ای بی معرفت. آدم باباشو گاز میگیره. و تو منو گاز میگیری، من غذا درست کنم بیارم و دستمو گاز بگیری زخم میشه. گاز میگیره منو. ای بی معرفت. ناز من، جیگر منه، خوشگل منه، دختر قشنگمه.